گرامی، در رقاق قلب انسانی فاضل و دانشمند، وکیل مجلس نمایندگان دعوت چهارم، عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، عاید به کارهای بین المللی، اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات، یکی از شخصیت‌های شناخته جامعه کشور، سهراب ابرانویچ شریفوف دیروز از تپیدن باز ماند. مرگ به امان از میان ما شخصی را بود که تمام فعالیت مهنتی، دانش و خیرات، نیرو و سعی و تلاش خود را بهر بنیاد جامعه نوین کشور، بهر پیشبرد سیاست دولت و حکومت و راهبر دولت صرف کرد. او تمام ذکاوت و نیروی خود را برای بنیاد جامعه نوین کشور صرف نموده و آینده شکوفا و پربار آن اطمینان کامل داشت. در دل و خیال سهراب غیر از وطن و خدمت به وطن چیزی دیگری نبود. همچون متخصص سیاست جهانی در جمهوری و بیرون از آن معروف بود. سهراب انسانی خاکسار و به آزار، نیکسوریش، حلیم و مهربان بود. پاک دل و پاک نیت، دلش به آلایش، سرشار مهر و محبت مردم بود و خلق و وطن. سهراب شریفوف هنوز جوان بود و در دل آرزوهای زیاد خدمت به خلق و وطن داشت. دریغا مرگ به امان نگذاشت که او همه آرزوهای خود را عملی نماید، ولی در مدت عمری نه چندان طولانی خود او توانست که با خصلت‌های خمیده، با دانش و ذکاوت در دل و دیده ها جای بگیرد، از خود نشانه های نیک به یادگار ماند. ما امروز با قلب های پر درد و اندوه سهراب شریفوف را برای آخرت گسیل کرده باوری کامل داریم که یاد نیک او در دل و خاطرها فراموش نخواهد شد. حاضرین گرامی، حالا با کمال احترام میخواهم همدردی و تسلیت پرزیدنت مملکت جناب عالی امام علی رحمان را به اهل خانواده، نزدیکان و پیوندان سهراب ابرانویچ شریفوف اظهار نمایم. همچون همدردی و تسلیت تمام هیئت پارلمانت کشور را به اهل خانواده، نزدیکان و پیوندان مرحوم میرسانم. مرگ سهراب شریفوف برای همه ما تلفاتی گران است، ولی ما یاد او، کار او، فعالیت او را در دل خود، در خاطر خود همیشه زنده خواهیم داشت. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جوست. نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ از درگاه خداوند متعال طلب داریم که خانه آخرتش را پر نور و جایش را جنت گرداند. به اهل خانواده، دوستان و خویشاوندانش صبر جمیل عطا نماید. الوداع، الوداع، الوداع سهراب. ما سهراب را، فرق آن را از اون نسلی که هنوز در قالب شوروی فکر میکند میدیدیم که سهراب از این چارچوب بیرون رفته بود و سهراب توانسته بود سیمای شخصیت سیاسی تاجیک را برای عصر نو در خودش آفریده بود. من در دهها سمینار و کنفرانس های بزرگ بین المللی شاهد سخنرانی و برآمدهای سهراب شریف بودم و همیشه
همین غرق از افتخار میشدیم که از طرف تاجیکستان چنین شخصیتی هست که جهانیان متخصصان سطح جهانی بین الخلقی اون را بسیار جدی می گرفتند. سهراب شریف فقط یک عالم کتابی نبود بلکه یک صاحب نظر بود که دیدگاه خود را داشت، اندیشه خود را داشت و حالا میگن که چرا سهراب فقط فکرش رو بیان میکرد، چون که او اندیشه داشت و نظر خود را داشت. برای همین من از نظری اگر سیاست شناسی بگیریم در دایره سیاست شناسان، سهراب یک معیار کسبیتی سیاست شناسی بود، زیرا او با فرق از بسیار سیاست شناسای دانشگاهی یا دفتری در متن جامعه همچون سیاست شناس آمده بود و برای همین ما در دوره هم دانشجویی هم دوره اسپیرانتی و حاضر هم وقتی که درباره یک سیاست